دوستان عزیزی که بعد دیدن استوری ها از من در مورد این مرجمک چارباسته که یک سوپ ترکی هستش سوال میپرسیدن، این پست تقدیم شما. بریم مراحلش رو ببینیم. پیاز رو توی کره کمی تفت میدیم، سیر رو اضافه میکنیم، اونم یک تفت کوچولو میخوره. حالا زردچوبه و رب و سیب زمینی و هویج رو هم اضافه میکنیم، 2-3 دقیقه تفت میدیم. حالا دال عدس میاد روی مواد، تفت میخوره، عصاره گوش یا مرغ، بعد آب جوش میریزیم و میذاریم حدود 40 دقیقه بجوشه. فقط حواسمون باشه هر 3-4 دقیقه هم بزنیم تا ته نگیره. دال عدس‌ها که شکفته شد میبریم پورش میکنیم. دوستان عزیزی که گوشتکوب ندارن میتونن توی آبکش بریزن مواد و با پشت قاشق از آبکش رد کنن. دقیقاً اینطوری میشه. حالا قابلمه رو دوباره برمیگردیم روی اجاق، 10 دقیقه بجوشه. این قسمت فلفل آویشن اضافه میکنیم، 5 دقیقه که تمام. موقع سرو آب لیموی تازه و فلفل داغ اضافه میکنیم، یعنی محشر میشه. محشر حتما بپزین و با عزیزانتون نوش جان کنین.